شما وقتی اسم یه فیلم رو گوگل میکنید یه سری اطلاعات کلی در مورد اون فیلم رو بالای صفحه به شما نشون میده، مثل اسم کارگردان، بازیگرا، جوایزی که برده. اما بعضی وقتا یکی از عوامل فنی اونقدر وزنه سنگینی حساب میشه که اسمش رو کنار اسم کارگردان مینویسن. مثل این فیلم ادینگتون با تصویربرداری داریوش خنجی. خوش اومدید به دومین اپیزود از حرکت. سلام، من وحیدم. اینجا حرکت به همراه رضا و حامد. امروز در مورد فیلم ادینگتون به نویسندگی و کارگردانی آری آستر صحبت میکنیم. خواکین فینیکس، پدرو پاسکال، اما استون بازیگر اصلیش هستن. جایزه هم که صرفا یک نامزدی در جشنواره کن داشته در بخش نخل طلا. یه خلاصه اگه بخوایم از فیلم بگیم، جریان توی شهر ادینگتون در ایالت نیو مکزیکو میگذره که در واقع شهر خیالیه، اواخر می 2020 و در دوره قرنطینه کووید، جایی که کلانتر و شهردار با هم دیگه به یک اختلاف نظری میخورن و کلانتر شهر تصمیم میگیره نامزد بشه برای شهرداری ادینگتون. حامد سلام دوستان عزیز، شنونده‌های عزیز، رضا و ایجان عزیز. خیلی خوشحالم که این قضیه ادامه پیدا کرده و تونستیم به اپیزود دوم برسیم. این خودش خیلی جذابه. خب راجع به آری آستر در ادامه حالا خیلی بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی کارگردانیه که خیلی مشتاقم که هر سری فیلمش میاد ببینم. کارگردان مهمیه، کارگردانیه که سعی می‌کنه تو فیلماش درک تازه‌ای از ماهیت احساسی و اخلاقی انسان‌ها بده و یه نگاه دیگه‌ای به روابط خانوادگی شاید داشته باشه. از این جهت خیلی برام مهمه، خیلی جذابه و خیلی خوشحالم که داریم راجعش صحبت می‌کنیم. رضا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من هم مثل حامد خوشحالم که به اپیزود دوم خیلی سریع رسیدیم و امیدوارم این هم گپ خوبی باشه. آری آستر رو منم فیلمسازی میبینم که حالا با اینکه تعداد کاراش بالا نیست، یعنی چند تا کاری داره که خب تقریبا هم شاید همشون قابل بحث هست، ولی کلا به نظر فیلمساز دغدغه‌مند و جدی میرسه. اونطوری هم که راجبش صحبت میکنن کلا به نظر میرسه که حتی فیلمسازای امروز امریکایی هم به عنوان یک پدیده‌ای که شاید توی آینده کارهای بهتری هم بسازه ازش نام میبرن. هرچند این فیلمش همین استارت که بهمون بگم که برای من خیلی امیدوار کننده نبود، ولی امیدوارم که کارهای بعدیش امیدوار کننده باشه. آری آستر 39 سالشه، کارگردان جوونی طبیعتا محسوب میشه. اینکه حالا بگیم چرا نیو مکزیکو توی این فیلم، متولد نیویورک، میرن همون بعد از تولدش انگلیس چستر زندگی میکنن، حدود 10 سالگی برمیگردن امریکا و ساکن نیو مکزیکو میشن. که میگم همیشه دوست داشتم یه فیلمی با لوکیشن نیو مکزیکو بسازم، که حالا این رو نوشتم و به سمت وسترن هم رفت. حتی می‌خواسته این اولین فیلمش باشه. جایی که من خوندم قبل از موروثی می‌خواسته یک فیلم وسترن اینجوری کار بکنه که بعدها یعنی صبر کرده، الان اون فیلم نامه اوکی شده و بالاخره این فیلم رو ساخته. یعنی این فیلم رو از خیلی وقت پیش به خاطر که محلی که توش بزرگ شده ایده ساختش رو داشته. فیلم نامه رو که همون 2020 مثل اینکه شروع کرده، یعنی توی دوره قرنطینه شروع کرده به نوشتن فیلم نامه که میگه من خیلی دوره بدی رو میگذروندم، یه استرس عجیب و غریبی داشتم و اینکه یه شرایطی بود که حس میکردم آدم‌ها نمیتونن وقایع رو و حقیقت رو تشخیص بدن که چه چیزی الان واقعیت داره، چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه. میگن تو اون دوره به فکرم زد که حس و حال خودم رو و حالا چیزی که دارم میبینم رو بیام بنویسم و علاوه از 2020 سال تا ساخت فیلم این پروسه ادامه داشته و حالا صحبت کردن با بازیگرا و حالا دیتیل فیلم نامه. خب همه اول اپیزود یه هشدار اسپویل هم بذاریم برای کسایی که فیلم رو ندیدن، چون در مورد صحنه‌های مختلف صحبت می‌کنیم. بهتره که اول فیلم رو ببینید و بعد به این اپیزود گوش بدید. یه جمله خوندم از آری آستر توی مصاحبه‌ای که بعد از ساختن بویز افرید میگه بابام به من گفتش که بعد از اینکه دید شکست تجاری خورده به من گفتش که فیلمنامه‌های بعدی تو خود ننویس و میگه که یکاش برامش گوش داده بودم و انگار که خیلی راضی نیست. گرچه توی بقیه مصاحبه و حالا صحبت‌هایی که ازش دیدم خیلی ناراضی به نظر نمی‌رسید از ادینگتون. آره خیلی دوست داشته چیزی که خودش، من یه جا خوندم آره قسمت دومش هم بسازه. خیلی جالبه، توی مصاحبه بودش که گفت قسمت دوم ادینگتون هم می‌خوام بسازم. یعنی انقدر این فضای اجتماعی و این دغدغه‌های اجتماعی براش مهمه که دوست داره توی فیلم‌های بعدی هم بیشتر داشته باشه. هم بحث اجتماعی هم بحث خانواده.
در مورد خانواده‌ام تو مجموعه فیلم‌هاشو که نگاه می‌کنی، روندش از هریدیتاری تا اینجا، بحث خانواده خیلی براش مهمه و اینکه فیلمسازیه که خب تصاویر سمبولیک جای ویژه‌ای داره توی فیلم‌هاش. توی بویز افرید که دیگه به نوعی میشه گفت از شور به درش کرد در واقع. اینجا باز یه مقدار کنترل شده تره و امضای کار خودشو داره. حالا کارو دوست داشته باشیم یا نه، کار آری استریه به نظرم که جای گپ رو داره. این که میگه امضا شده خیلی موافقم. یعنی واقعا یه چیزی که آدم رغبت میکنه فیلم رو ببینه، یعنی کارهای آری استر ببینه، این که تو میدونی با یک کارگردان صاحب سبک طرفی، کارگردانیه که به قول خودش و تو فیلماش هم که میبینی عاشق نماهای لانگتکه، یعنی نماهای بلندتر و حرکت دوربین‌های ویژه. خب این قشنگ مشخصه که تو به یه کارگردانی طرفی که صحنه‌ها و لحظاتی که توی فیلم ایجاد میکنه خیلی لحظات متفاوت‌تری نسبت به فیلم‌های دیگه که حتی تو این ژانر کار میکنن. خودش میگه من اگه میگن یه کارگردان فیلم‌های ترسناک هستم، سری میگم نه. خب خیلی جالبه که اصلا خودشو کارگردان فیلم‌های ترسناک نمیدونه، یعنی خودش میخواد از اون شاخص تو جدا بکنه. حتی خودش میگه که فیلم‌های ترسناکی که الان هستن همشون به یک شکل شدن. خیلی فیلم‌های ترسناک کمی هستن که واقعا به اون معنای حقیقیش از اون پتانسیل فیلم ترسناک بخوان استفاده بکنن. خیلی براش ژانر مهمه، خیلی وسواس به خرج میده توی فیلمش واسه صحنه‌ها، واسه حتی فیلمنامه که اینا راجعش صحبت می‌کنیم. ولی باز من با رضا موافقم، منم این فیلمو نسبت به فیلم‌های دیگه‌اش کمتر دوست دارم. ولی خب یه چیزی داشت این فیلمه برای من بر شما این بود یا نه، فیلم که تموم شد فیلم دوست نداشتم، مخصوصا با پایانش. ولی چند روز گذشت یه سری صحنه‌هاش برای من هی توی ذهنم مونده بود، این کاری که کرده بود. و این خود اصلا خیلی جالبه دیگه که تو یک فیلمی بسازی که شاید طرف حتی باش موافق نباشه و یا کامل فیلم رو دوست نداشته باشه، ولی به فکر رو وامی داره. این خیلی ارزشمنده. از این جهت میگم خیلی کارگردان مهمیه. ببینید، من شاید بیشترین چیزی که توی انگیزه فیلمساز میدیدم، خب حالا طبق همون صحبتایی هم که الان ازش نقل کردید، توی یک تایمی که حالا اینطور من الان اینو شنیدم از شما که توی تایم کووید انگار ظاهرا شروع کرده به نوشتن این فیلمنامه. خب اینجوری به نظر میرسید، یعنی به نظر میرسید تحت یک فضایی، یک اتمسفری شروع کرده و استارت زده کارو و خیلی متأثر از اون دوره که فکر کنم البته همه آدم‌ها چه فیلمساز چه غیر فیلمساز با هر شکلی متأثر از دوره کووید هستن. و حالا خب این طبیعتاً به عنوان یک فیلمسازی که این قضیه رو دستمایه میتونسته قرار بده به اون برای ساخته اثر، این متأثر بودن از اون دورانش رو تبدیل کرده به یک فیلمنامه و خب به یک فیلم. اما خب این در واقع یک جورایی یه بهانه است، یعنی یه دستمایه‌ایه که پیش اومده تا اون فضای که همیشه مورد علاقه‌ش هم هست توی باقی فیلماش هم هست. با اینکه این فیلم یکی از چیزهایی که داره اینه که متفاوت از باقی فیلمهاش، ولی این بیشتر دستمایه‌ای بوده برای پرداختن شاید به اون دغدغه آخرالزمانی که انگار همیشه شاید داره. حالا گاهی اوقات کم رنگ‌تر، گاهی اوقات پررنگ‌تر، به واسطه اینو داره. دستمایه خوبیه و اتفاقا من به خاطر اینکه این دستمایه خراب شده، یا حداقل توقع منو از آری استر و این فیلم نامه و این فیلم و این کست، یعنی از فیلم بردار که خونجی باشه بگیر تا باقی عوامل تا بازیگرای جلوی دوربین و مهمتر از همشون خود آری استر برآورده نکرده، من یه مقدار نسبت به این فیلم شاید توی کارنامه آری استر ناامیدترم. در مورد خونجی منم موافقم، تصویرات مورد علاقمه واقعا. پیش اومده قبلا مثلا بلوبری نایت رو داشتم میدیدم، در طول فیلم نمیدونستم که خونجی تصویر گرفته و کلا اینجوری بودم که چه کسی این فیلم رو تصویر گرفته که رو دست خونجی زده و در نهایت تو تیتراژ دیدم که داریوش خونجی تصویر خودش روی دست خودش زده. دقیقاً، یعنی برای من حداقل نظر منه که تنها کسی که خودش میتونه رو دست خودش بزنه. اینجا اون چیزی که از خونجی انتظار داریم ببینیم رو، یعنی اون معجزه تصویر رو به نظرم نمیبینیم. میدونید چرا؟ حس میکنم به خاطر رویکرد خود کارگردان توی نوع کاری که داره انجام میده. چون تو کارهای قبلی آری استر که نگاه کنم با یک فیلم نردار کار کرده، اسمش الان خاطرم نیست، لهستانیه، که سه تا فیلمش با اونه و چه تصویرایی قطعا دیگه تو اون کارها، مخصوصا تو فیلم که بو میترسد. ولی اینجا چون اصلا رویکرد
فیلمنامه‌ای و کارگردانی اومده از اون فضای استعاره سمبولیک اومده بیرون، اومده فضای اجتماعی شده و به خاطر همین حس میکنم که اون اجازه اصلا خود داستان و نوع رویکرد اجازه یک خلاقیت تصویری شد نداده به خونجی. حتی خودش که خیلی لذت برده بود از این همکاری با خونجی، چون توی مصاحبهش که بود میگفتش من یکی از افتخاراتم این بودش با کسی دارم کار میکنم که با کلی از کارگردانایی که دوست داشتم کار کرده. آفرین، دقیقاً. یعنی خونجی و ما چون توی یه همچین وضعیتی دیدیمش که جز در واقع فیلم بردارایی هستش که میشه بهش گفت یک جورایی خودش مؤلفه، یعنی با خودش اون جنس فیلم برداریشو میاره. قطعاً یک فیلم بردار که حرفه‌ای داره این کارو انجام میده خیلی بهتر از ما اینو میدونه که توی فیلم برداری کار خیلی سختیه که مؤلف باشی، چون که تو در نهایت شاید به عنوان یک تکنسین یا به عنوان یکی از عوامل فنی یا شاید حالا مهمترین عامل فنی یک فیلم بهت نگاه بکنن، اما اینکه بتونی با خودت یک میزانی از هنر و یک میزانی از تألیف و بیاری توی کارت، با اینکه با کارگردان‌هایی که کار کرده از وودی آلن هست تا هانیکه، یعنی یه بازه‌ای از کارگردانا رو پوشش میده که انقدر از هم دنیاشون و سبک و سیاقشون متفاوته که اینکه فکر کنی یک فیلم بردار تونسته با اینها کار بکنه و توقع اونها رو در وهله اول برآورده بکنه و مرحله بعدی همیشه اون رد خودش هم به جا بذاره، این به نظرم یه اتفاق خیلی عجیب غریبه که برای هر فیلم برداری اتفاق نمیفته. اما از خونجی بخوایم بگذریم، من کلا احساس میکنم ایده فیلم و اون دنیایی که میتونسته ساخته بشه یک جورایی انگار حروم شده، به این واسطه که ایده فیلم ایده بزرگیه، سنگی هم که فیلم برمی‌داره سنگ گنده‌ایه، داره سعی میکنه که یک دنیای آخرالزمانی و حالا به واسطه یک شهری که وجود خارجی نداره که حالا ادینگتون باشه بیاد مطرحش بکنه، بذاره در واقع به عنوان مایه فیلمش و با این سعی بکنه اون مسئله یا اون دغدغه‌ای که مد نظرش هست رو روایت بکنه. اما تم ناآشنایی نیست. ما هم نمونه‌های فیلم‌های خارجی راجع به این قضیه داریم، هم نمونه فیلم حتی ایرانی هم داریم راجع به این قضیه که یه کاراکتری از گودمن تبدیل میشه به بتمن و تم اتفاقا از نظر من جذابی هم هست. یعنی بعضی از تم‌ها گاهی اوقات شاید خیلی تکرار میشه و بعد تایمی آدم احساس میکنه که خب این تم دیگه براش اصلا جذاب نیست، اما این تم با اینکه زیادم تکرار شده تمیه که برای من حداقل شاید شخصی تم جذابی. اما اگه من بخوام از فیلمنامه شروع بکنم، هیچ نوعی از یک شکلی از شرایط منطقی توی فیلم نگاه نمی‌کنیم، از این سیر تحول کاراکتر که حالا کاراکتر فینیکس باشه. یعنی چی؟ یعنی سیر مشخصه؟ نه ببینید، اصلا ببین بحث سیر مشخص نبودن اون سفری نیست که کاراکتر طی میکنه رو ما توی نمیبینیم. همین ما سفر اینو بعد در نیاورده، ما سفر میبینیم. آره. نه اتفاقا به نظر من خوب نیست، چون نکتم دقیقا سر همین موضوعه. ما سفر میبینیم اما اون سفری که داریم میبینیم اصلا سفری نیستش که ما احساس بکنیم این سفر چطوری از چه نقطه‌ای شروع شد و حالا کجا رسید به این کاراکتری که ما در انتها داریم از فینیکس میبینیم. چند تا نشونه میتونیم ازش ببینیم. برای مثال جایی که شاید اون نقطه عطفی که احساس بکنیم کاراکتر فینیکس به نظر من تغییر کرد، اون سکانس فروشگاهه. سکانسیه که انگار از فروشگاه میخوام بندازنش بیرون و درگیر میشه با حالا اون شاید سکوریتی فروشگاه. قبلا چندین بار اینو داشته با آدم‌های دیگه‌ای که حالا اومدن بهش این هشدار رو دادن، بهش نمیدونم این توصیه رو کردن که ماسک بزن فلان بیسار، ولی اونجا انگار یک کمی یه سکانس تحقیرآمیزیه شاید براش. اون نقطه تغییرش نیست، همون نقطه شروع انگار تغییرشه. اگه بخوایم بگیم نقطه پایان تغییرش کجاست، شاید اونجاست که داره میبینه که زنش با اون کسی که یه آدمیه که الان امروز هم خیلی از این آدم‌ها زیاد شدن، هیچ فرقی هم نداره، ظاهراً در قلب آمریکا هم این آدم‌ها هستن به همون قدرتی که شاید در قلب یک کشور جهان سومی باشن، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. مسیح دروغین یک جورایی. بله، آدمی که شروع میکنه پیشگویی میکنه، نمیدونم از حرفایی صحبت میکنه که شاید هیچ فکت علمی هم نداره، هیچ فکت شخصی هم حتی نداره و صرفاً آخه میگه ما یه خدایی جدید میخوایم معرفی کنیم. دقیقاً. یعنی دوست داره که انگار از یک وضعیت یا از یک نمیدونم الهام یا وحی آسمانی صحبت بکنه و هیچی هم براش نداره، اما انقدر حرفها به اصطلاح حرفهای شاید تازه‌این که خیلی ها رو میتونه مرعوب خودش بکنه. برگردیم رجوع تغییر داشت. میخوام به همین برسم. وقتی اون صحنه رو داره میبینه که اینو داره میبره،
یعنی با زنش با این داره میره، شاید اون نقطه پایان تغییرش. اما ما نقطه جوشش هم میشه اون قسمتی که طرف اون شهر داره اون سیلیو میزنه. آره اون فکر میکنم بیشتر انگار در واقع تصمیمی که درونش بوده رو نهایی میکنه، انگار یک بهونه‌ای به دستش میده که بگه آها خب اوکی من که دیگه چیزی قراره جامعه با من اینطور باشه، پس قراره که در ازای همه خوبیایی که من دارم میکنم یه همچین ریاکشنی ببینم، پس اوکی از اینجا به بعد بازی عوض میشه. من اینو نمیبینم اون تغییری که انتظار دارم یک کاراکتر یک تحول شخصیتی رو ببینه و بعد دست به اون کارها بزنه. یک جایی هستش که ما میتونیم براش مثال بزنیم، بگیم فیلم هایی داریم که حتی خیلی کم رنگ تر از این اشاره میکنه به تغییر یک شخصیت، اما شخصیت شروع میکنه یه دفعه یک حرکت عجیب و غریب انجام میده. درسته حتما فیلم های این شکلی داریم، اما اونجا ما اون رگه ها رو انگار داریم درون اون کاراکتر میبینیم، انگار زمینه تبدیل شدنش به اونو داریم میبینیم، اما ما اینجا درون کاراکتر کلانتر هیچ کدوم از اینها رو نمیبینیم. قراره چند تا کد به ما داده بشه و بعد در نهایت ما رو برسونه به این که کاراکتر کلانتر تبدیل شد به هیولا. تم جذابیه، اما خب من اول باید قانع بشم. من یه چیزی اینجا یه اضافه بکنم. من حس کنم که قرار نیست کاراکتر ما هیولا بشه. میدونی یه مثالی میزنم، توی فیلم ما یه کاراکتر روانپریش داریم با شروع فیلم دیگه، اون کاراکتری که هست، اون کاراکتر پیرمردی که انگار یه داستانی مشابه داستان کاملا خود خواکین فینیکس داره. بین این حالا کاراکترایی که میگیم مثل همین مسیح دروغینی که صحبت میکنه، شاید تنها کسی که داره در واقع پیشگویی میکنه و حقیقت رو داره میگه همون کسیه که هیچ کس دیوونه است و هیچ کس بهش توجهی نداره. حالا برای من اینجوری بود که این کاراکتری که وارد فیلم میشه، خب شروعش و در نهایت اصلا دیالوگاش، من یک بار دیگه نشستم نگاه کردم گوش کردم، این دقیقاً داره نوید یک تغییری رو میده، خب که خود خواکینه. یعنی اینجا ما بعد این نکته هم هست، من میگم هیولا نشده توی فیلم، یعنی یک تغییری داده برای بهتر کردن اوضاع. ببین فیلم داره راجع به دیدگاه‌های مختلف صحبت میکنه که جوان‌ها به خاطر فضای مجازی یک دیدگاه دارن، مادر زنش به خاطر خرافاتی که داره یک باوری داره، نسل قدیم یک باور دیگه‌ای دارن، خودش یک باور دیگه داره، شهردار یک با تعدد دیدگاه هم طرفیم. اینجا اونجا یک طرف تصمیم میگیره شهر رو نجات بده. آخه من یعنی چرا تو حکم یک چیش میگن منجی میاد. خب چرا من اینو برای من دقیقاً این مسئله جا نمیفته؟ چون در نهایت کاراکتری که هی داره نزدیکتر میشه به یک وضعیت که اتفاقا داره از شهر فاصله میگیره، از اجتماع فاصله میگیره و به همون اتفاقا دغدغه‌ای که توی فیلم‌های آری آستر هست میره به سمت انزوا، این داره بیشتر متمایل میشه به سمت یک وضعیت فردی یا به سمت یک شاید وضعیت خودخواهانه داره بیشتر متمایل میشه. اصلا از جایی شروع میشه این کاراکتر شاید ضد اجتماع میشه که انگار احساس میکنه که اجتماع هیچ سیگنال مثبتی برای این نداره، علیرغم اینکه یک کلانتر حالا ظاهرا موفقه، یک کلانتری که مهربونه، یک کلانتری که مورد قبول هم بقیه خیلی دوست رفیق. حتی اون شورش ابتدایی فیلم که در دفاع از سیاه‌پوستا توی شهر راه میفته، کلانتر داره سعی میکنه بره وسط و خیلی راحت و بدون درد و خونریزی قضیه رو حل و فصل کنه، اما وقتی که جلوتر میره آروم آروم داره از اون فاصله میگیره و تبدیل میشه هی به یک کاراکتر خودخواهانه تر که من احساس میکنم حتی شکل کارگردانی فیلم هم داره به این سمت میره. آخر فیلم کارگردانی فیلم شبیه فیلم‌های کامپیوتری، یعنی شبیه بازی کامپیوتری میشه. جایی که دوربین قرار میگیره پشت کاراکتر، شکلی که اصلا کاراکتر فینیکس حرکت میکنه، حرکت‌های بادی لنگویجش، نوع بازیش خیلی دقیقاً، یعنی اونجا شاید یکی از بهترین جاهای بازی فینیکس در سر تا سر فیلم، شکلی که داره نماها رو به ما نشون میده، حتی همینجا دقیقاً دوباره خونجی، فیلم برداری خونجی، همه اینا داره میره به سمت یک بازی کامپیوتری، یک بازی کامپیوتری اول شخص. خب دوباره شکل کارگردانی فیلم اونجا داره اینو به ما نشون میده. و اگر من میخوام بگم یک جایی شکل کارگردانی فیلم خیلی خوب و درست داره اتفاق میفته، پایان فیلمه و از این بابت من احساس میکنم این روندو داره. اما من این روندو چون احساس نمیکنم، از اول فیلم با کاراکتر همراه نمیشم.
یعنی نمیتونم با کاراکتر کلانتر همراه بشم و گام به گام استپ استپ پشت بیام جلو برسم به یک مرحله‌ای که حالا تغییر و تحول شخصیتشو باور بکنم، بگم آها خب پس این کاراکتر اینجا جدا از اینکه بخوام حق بدم یا حق ندم، فقط باور بکنم که این کاراکتر آستانه تحملش یا آستانه تغییرش این بود و تغییر کرد، حالا تبدیل شد به یک کاراکتر جدید. در مورد حالا کاراکتر کلانتر من دو تا چیز به ذهنم میرسه. یکی این که حالا میگیم زنش رو عاشقانه دوست داشت و یواشاش به سمت خودخواهی رفت. چیزی که برداشت من بود به نظرم اونجوری نبود که عاشقانه دوست داشته باشه، در واقع نقش کسی که عاشق زنش هست رو بازی میکرد. چرا؟ چون شما میبینید که توی هیچ کدوم از تصمیم‌ها اصلا زنش رو شریک نمیکنه، یعنی اصلا بدون توجه به این که من زنی دارم که مثلا باید مشورت کنم قاعدتاً باهاش در مورد این که میخوام برم نامزد بشم برای پست شهردار که از طریق شبکه‌های اجتماعی باید زنش مطلع بشه و پاشو از این فراتر میذاره تا خصوصی ترین مسائل مربوط به زندگی همسرش رو میاد جار میزنه و شما میبینید که حرفش با اکتش اصلا همخوانی نداره. یعنی مدام این حسو داری که بعد خیلی دوستش داره، عاشقشه، ولی شما از این طرف نگاه میکنی میبینی که نه، اصلا تو کارهایی که داره میکنه این آدم رو اصلا هیچ جا حساب نمیکنه. من اینجا باز میگم همون چیزیه که نشون میده که طرف دوست داره به عنوان یک منجی بیاد، یعنی زن و همه چی رو فدا میکنه، چون دقیقاً بعد از فروشگاه یهو تصمیم میگیره که این مردم دارن یعنی یک نفس کشیدن عادی هم دیگه نمیتونن داشته باشن به خاطر بیماری که نیست تو شهر. این قضیه منجی هم حالا باز این زاویه هم میشه نگاه کرد به نظرم که اصلا شروع این تغییره به نظرم از اولین صحنه‌ایه که ما کلانتر رو میبینیم، جایی که میان به زور میان که تو ماسک بزنی. کسی که خودش قانون رو اجرا میکرده و یه قدرتی داشته حالا داره اعمال قدرت میشه بهش. اصلا من اینجاهاشو خیلی دوست داشتم، مثلا میگه که خود اون طرفی که اونجا ازش تو ماشین نشسته ماسکش تا زیر دماغشه. این ماسکی که زیر دماغه چند جای دیگه هم تکرار میشه. یعنی اون دختر اکتیویستی که مثلا داره فعالیت میکنه توی شهر، مثلا اونم دقت کنی ماسکش زیر بینیشه توی صحنه‌ای که داره صحبت میکنه. و حالا این خودش یه بحثی که میشه در موردش صحبت کرد که این که به نظرم در واقع تقلید صرف رو داره نشون میده و اینکه شما توی جامعه یک چیزی رو دنبال میکنی که اصلا دلیلش رو بدونی. شما اصلا کاربرد ماسک رو نمیدونی که اصلا برای چی داره اینو میزنی، به چه شکل باید بزنی، صرفا میزنی. چیزی راجع به این قضیه بگم چون خیلی اینا خوب داره. یک جایی هستش که جوونا اومدن تو خیابون اعتراض کردن، بعد یه متنی و یعنی یک چیزی رو تو ذهنشون کاشتن که ما اینا رو بعد بگیم. اگه یادتون باشه کات می‌خوره توی خونه که پسری داره واسه باباش تعریف می‌کنه. دقیقاً من دارم میگم این کارو می‌کنیم، سفیدپوستا می‌خوان این کارو بکنن. بابا یه لحظه نگاهش می‌کنه میگه چی داری میگی؟ خود سفیدپوستی. خودت سفیدپوستی. یه احمقی چیزی هستی تو خودت سفیدپوستی داری. دقیقاً یکی از چیزایی که خیلی بار کمدی خوبی داره. خب یه چیزی یعنی یکی از دغدغه‌هایی که واقعا همین که تو یک تقلید کورکورانه داره انجام میده و نمیدونه چرا داره این کار رو انجام میده. خیلی عالیه. یعنی این صحنه‌ها رو خیلی من دوست دارم که این توی خیلی از فیلم‌ها نمی‌بینیم دیگه، حداقل تو فیلم‌های ایرانی که این قضیه خیلی کمه. من در مورد همین جوکراس کلانتر تکمیل کنم صحبتمو. من میگم شروع جریان دقیقاً از صحنه اوله، جایی که بهش این گیر رو میدن که آقا تو ماسک بزن و قدرت رو در خطر میبینه. یعنی اون اعمال قدرتی که این میتونست انجام بده حالا دارن علیهش استفاده میکنن. من میتونم این وسط دقیقاً از همینجا با تو مخالف باشم. من یه مقدار متفاوت این قضیه رو میبینم. من احساس میکنم که کاراکتر اصلا حتی از انتخاب در واقع گریمی که براش شده، از اون منطقه‌ای که به عنوان منطقه تحت حفاظتش هست، دوتا معاونی که داره، از همه اینها به نظر نمیرسه، حداقل فیلم به من اینو نمیده که انگار یه کاراکتری هستش که دوست داره کاراکتر قدرتمند باشه و جایی میبینه به قول تو که قدرتش داره بهش تعرض میشه یا قرار محدود بشه یا تحت خطره، اونجا شروع میکنه و واکنش نشون میده. چرا یه همچین احساسی ندارم؟ ببین من احساس میکنم که اتفاقا کاراکتر یه مقدار برعکس اینه. یعنی قرار هستش که آروم باشه و به همین شکل مسالمت آمیزی که داره امور پیش میره همینطور ادامهش هم پیش بره. دلیل هم داره برای خودش. میگه آقا ادینگتون این شهر ما هنوز اتفاقی براش نیفتاده، حتی یک نمونه هم کووید اینجا گزارش نشده، هیچ اتفاقی نیست، پس چرا ما باید مثلا بخوایم حالا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم؟ اینا دلایل خودشه. به اضافه اینکه یک شهر کوچیکه
و انگار همه چیز در صلح و صفا داره به سر میبره. کجا این احساس رو میکنه که این هم باید انگار مثلا یک قدرتی داشته باشه یا بیاد دست برتری داشته باشه توی این شهر، وقتی که یک بک‌گراندی وجود داره از شهردار و زنش که اون یک چیزی بوده که همیشه همینطوری در کنار چیزهای دیگه جلو اومده، یعنی هیچ وقت حل نشده، این همیشه در کنار باقی ماجراها جلو اومده. حالا به در واقع استدلال خودش و مادر زنش دلیل این وضعیت روانی زنش این هست، دلیل اوضاعی که الان زنش داره از بابت این که شاید مثلا نمیتونه اجتماعی باشه یا عروسکای عجیب غریب داره میسازه، دلیل همه اینها انگار به نظر میرسه این هست و این هم داره سعی میکنه که در واقع یک جورایی با این کنار بیاد. ولی فیلم از اینجا انگار میخواد فراتر بره و یک فیلم روانکاوانه باشه که بگه این اصلا توی مغز کلانتر حل نشده، این ماجرا جلو اومده و جایی که دوباره به یک واسطه دیگه، یک بار دیگه انگار شهردار قراره که آزادی اینو یا حد و حدود اینو، اون جایی که برای خودش اون سیف سایدی که ساخته رو قرار مورد تعرض قرار بده، این دیگه نقطه جوششه و میترکه. وگرنه این آدم همون آدمیه که هر روز داره به واسطه یکی از معاوناش یکی از عروسکای عجیب غریب زنش که هیچ مشتری نداره رو میخره و بهش پول میده. همه اینها هم به خاطر اینه که هی داره سعی میکنه اوضاع رو به سامان بکنه. من اگه بخوام یه قیاس بکنم، فصل 5 فارگو، ما توی فصل 5 فارگوی کلانتر داریم. اگر بخوایم در واقع مقایسه بکنیم بدون اینکه بخوایم اصلا این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، اینا با هم متفاوته. فاشیستی داشت. حالا میخوام همین رو بگم، میخوام بگم کجا میشه ما از این حرف بزنیم، چون دنیای این دوتا در واقع کار متفاوته اما از یک بابتایی هم شباهتایی داره. کجا میتونیم ما از این حرف بزنیم که یک کلانتری که قدرتمند، قدرت طلبه و دوست داره سلطه‌گر باشه، حالا در اندازه محدوده خودش فعلا زورش میرسه، همون محدوده رو فعلا داره سعی میکنه تحت سلطه داشته باشه. توی فارگو یه همچین کلانتریه، کاراکترش، فیسش، گریمش، نوع راه رفتنش، برخوردش با خانوادهش، برخوردش با زنها، حتی برخوردش با بچه‌اش که خیلی دوستش داره، کارهای گنگستریش، اون بند و مافیایی که برای خودش داره، همه اینا داره سعی میکنه کاراکتری رو بسازه که این کاراکتر یه کاراکتر قدرت طلبه. فعلا این محدوده رو بهش دادن، تو این محدوده داره سعی میکنه سلطه‌گری بکنه، محدودش فراتر بره یا بتونه فراترش بکنه اونجا هم پیش میره. اما کاراکتر کلانتر فیلم ادینگتون اصلا جاه طلب به نظر نمیرسه، جاه طلب قراره بشه. حالا من کدهایی که از فیلم گرفتم و میگم، حالا در مورد اینا میشه صحبت کرد. یکی این که یادآوری بکنیم که داریم در مورد یه فیلم نو وسترن صحبت میکنیم. این باعث میشه که خب دکوپاژ فیلم مخصوصاً تحت تاثیر قرار بگیره و حرف داشته باشه برای گفتن، یعنی ما میتونیم استناد بکنیم بهش. به نظرم تهدید میبینه تصمیمات شهردار رو که اون هم باز داره از یک جای بالاتری به شهردار داره ابلاغ میشه، تصمیم میگیره که نگه داره همون میزان قدرت رو. حالا کدهای تصویری که میده به نظرم، مثلا توی همون فروشگاه که میگه اونجا یه نقطه عطفی میتونه باشه، دکوپاژ دوئله کاملا، یعنی شما با هر کسی که میاد روبروی این قرار میگیره که میخواد از فروشگاه اخراجش کنه، دقیقاً 2 نفر یه اوئسیه، حالت دوئل داره و مخصوصا وقتی که میرسه به شهردار که این روش به سمت دوربینه و بر نمیگرده به اون سمت، انگار که فعلا علاقه‌ای به این دوئل نداره، یعنی داره سعی میکنه همچنان کنار بیاد با جریان. جای اون دوئل دیگه رسمی میشه که میان روبروی هم میستن، بعد از اینکه اعلام نامزدی میکنه شهردار میاد سمت این و میان روبروی هم و اشاره میکنه که 6 فوت باید فاصله اون باشه، که قشنگ نامه ارجاعات به در واقع وسترن و دوئله که اون باز یک قدم میاد جلو و نشون میده که آقا من قصد دوئل ندارم. باز این چیزی که میگم میخواد قدرتشو نگه داره، این صحنه حالا طبق گفته فینکس اتفاقی بوده ولی میگه این حاصل سالها صحبت کردن ما با همدیگه با آری آستر بوده، که میگه اون لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم یه باد شدیدی شروع کرد به وزیدن که اصلا توی برنامه نبود، در حدی که کلاه من داشت از سرم بلند میشد و میگه اونجا من موندم که این بعد کلاه رو به هر شکلی شده نگهش دارم و یک جوری با وقار هم باید نگه دارم، چون من اومدم جلوی این و میخوام شاخشونه بکشم و همه چیز به این کلاه چیزی که حداقل فینکس میگه این کلاه نماد قدرت جوه و اگه از سرش میافتاد هم برای من بد میشد هم برای جو بد میشد.
و اینجا سعی می‌کنه نگه داره. یعنی این کدها رو ما می‌بینیم که جای جای فیلم، یا حالا نیروهایی که خودش داره، مثلا اینکه چرا در نهایت قصر رو میندازه گردن مایکل اون پسر سیاه‌پوست، کدهایی که گذاشته اینی که قدرت خودش رو می‌خواد نگه داره. من یه چیزی بگم، احساس می‌کنم تم فیلم، خب اصلا شاید تم مرکزی همینه، یعنی در کنار اون فضای آخر زمانی تم مرکزی اینه که اگر فضای تهدید آمیزی یا اگر تهدید بیرونی قوی و همه‌گیری دوچار آدم‌ها بشه، که اینجا دقیقاً اون فضای واقعی کوویده، فضای سمبولیک، فضایی که داره اون فشار روانی هستش که داره از شکل‌های مختلف به کلانتر میرسه. اگر یه همچین فضایی پیش بیاد، آدم‌ها چه واکنشی از خودشون نشون میدن و اصلا این شکلی هم اتفاق میفته دیگه. یعنی فضای کلانتر محدود میشه یعنی چی؟ یعنی احساس میکنه دیگه رسما داره به چیزهایی که خودش حریم خصوصیش و یا مثلا نمیدونم یک بخش قدرتش، همه اینها انگار داره یه تعرضی میشه، انگار داره محدودتر میشه، انگار داره در حاشیه میره اونجا. چون من شهری نمیبینم، من میگم این یک چیزیه که حل نشده، با کلانتر اومده جلو. قدرت کلانتر که اصلا زیر سوال نمیره. اون سایه چرا زیر سوال میره؟ قرارش عوض بشه. خب من آخه اینجوری احساس میکنم انقدر شهردار قدرتمند شده، خب انقدر شهردار قدرتمند شده، اینو باید در نظر بگیریم. یعنی باز اینم باز میام این چیزی که راجعش باید صحبت بکنیم، اون مرکز داده هایی که میخوان بسازن. خب این که چه مهمه توی فیلم، که فیلم با اون تموم میشه دیگه. اون دیتا سنتری که قراره به عنوان که هست، یک کسیه که داره تهدید میکنه شهر رو، قوانینی که شهردار داره میذاره داره نسل گذشته رو تهدید میکنه. اینا باز کدهای دیگه ایه که ما شهر حالا کلانتر میبینیم که در نقش یک منجی میاد که قدرتش هست و میگه من باید جلوی این آدم وایسم و همون نکته که تو قبلش گفتی، یک پیشینه اینا با هم دارن. یعنی با اون شهردار به خاطر رابطه زنش در جوانی یک پیشینه داره، حالا خودش رو مقابل این آدم میبینه. خیلی درست اشاره کرده اون نماهایی که حالت دوئل داره. ما از شروع فیلم که توی بار هست این نما رو داریم تا جایی که دیگه کامل بدونش واسطه روبروی هم دیگه قرار میگیرن. خودش رو در برابر این آدم میبینه و انگار که یک جورایی یک چیز شخصی با این آدم داره. باریکلا، من دقیقاً منظورم همینه. به خاطر همینه من شهر نمیبینم. من دقیقاً منظورم همینه که انگیزه شخصی کلانتر برای تقابل با شهردار یک مابعضای بیرونی پیدا میکنه و شاید بدون اینکه احساس بکنه درون خودش میگه ایول یه وضعیتی پیش اومد که الان من تو این وضعیت میتونم همه اون انگیزه شخصی که همیشه برای تقابل با شهردار داشتم رو اینجا شروع بکنم پیاده بکنم. قرار نیست قضیه تا اونجایی که جلو میره جلو بره. یعنی در ذهن نه شهردار نه در ذهن کلانتر فکر نمی کنم، من از فیلم اینجوری برداشت نمی کنم که قراره که قضیه اینقدر بیخ پیدا بکنه، اما قضیه اینقدر بیخ پیدا میکنه. دلیلش چیه؟ چون قراره که یک انگار چوبلا چرخ گذاشتنی توسط کلانتر برای شهردار گذاشته بشه. حالا برای این قضیه هی کار بالا میگیره. اول صرفا میاد اونجا رو که نمیدونم اون مرکزی که خودش هست رو تبدیل میکنه به یه نمیدونم انگار ستاد انتخاباتی. بعد داره شروع میکنه ماشین نمیدونم ماشین رو شروع میکنه یه سری پوستر رو نمیدونم تبلیغات میزنه. بعد شروع میکنه یه حالا اون اول شرایط ویدیو از خودش میگیره، بعد شروع میکنه کار این شکلی داره میکنه. یعنی قرار نیست حتی شاید خودش بدونه اصلا قرار نیست برنده این رقابت باشه، اما وقتی احساس میکنه که شهردار هم کوتاه نمیاد و قرار پیش بره، ماجرا بالا میگیره و ماجرا جلو میره. حالا انگار در یک وضعیت روانی که خودش احساس میکنه بازی رو باخته و این باختن هم مسالمت آمیز پیش نیامده، این باختنه براش گرون تموم شده. اونجاست که میره و اون شاید نمیدونم حتی شاید هم راز نباشه، همینطور که اون وکیل شهردار انگار این ماجرا رو میدونه، یا اون بند مافیایی که دارن شهردار رو کمک میکنن مالی و منافع مالی دارن تو اون وضعیت، اما میاد دیگه اینو علنی جلوی دوربینی لایو جار میزنه و وقتی هم که معاونش بهش میگه که مطمئنی میخوای اینو پخش کنی، میگه سری پخشش کن تو پشیمون نشدم. یعنی خودش هم انگار برنامه‌ریزی برای این نداشته. خب این اتفاق میفته. حالا من چرا شهر نمیبینم؟ انگار هدف دومش یعنی شهر رو. خب حالا من اینو بگم چرا من شهر نمیبینم؟ دلیلش اینه که کاری برای نجات شهر نمیکنه. حرفایی هم که میزنه همه حرفای واپسگراییه. مثلا همونی که تو میگی آقا مثلا عین گذشتگانمون باشیم مثلا. خب عین چیشون باشیم؟
یعنی این مثلا چه موهبتی از اونها باشیم که قرار هستش که مثلا این تکنولوژی که قرار بیاد توی این شهر کوچیک اونو دریغ بکنه یا بگیره. خب قرار نیستش که، یعنی چیزی رو نمیکنه که من یک موهبتی، یک اتفاق خوبی، یک چیزی رو ببینم، حتی همین که مثلا جلوگیری میکنه از این که ماسک بزنه. خب این دوباره اوکی. اینو من مثال میزنم به اون صحنه که دقیقاً میگه بعد از فروشگاه، بعد از برخورد با اون مردی که ماسک نمیزنه، اونجا جرقه. یعنی ما به خاطر همین میگم نجات شهر براش مهمه، به خاطر اینکه جایی کاشته این قضیه رو، خب که دقیقاً بعد از کمک به یک شهرونده از این، یعنی هنوز چیز دیگه ای نیست. این دیتا سنترها رو که میگی، من فکر میکنم کلا یک ظاهر نمایشی کاراکترها دارن، مخصوصا خود کلانتر و شهردارم که دیگه به وضوح که توی جمع خودشون دور از چشم مردم ماسک که نمیزنه، همسرش که رفته اصلا هیچ اهمیتی براش نداره، در حالی که توی ویدیوهای تبلیغاتی کلا یک چیز دیگه رو داره میگه. کلانتر هم به نظرم اون دیتا سنتری که باش مخالفه، باز انگیزه شخصیه. دقیقاً. یه آدمیه که خیلی هنوز با تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی هنوز اونقدر آشنا نیست به شکلی که بخواد واردش بشه. اسکرول میکنه بیشتر. آفرین. از نوع تبلیغاتی که شروع میکنه شما ببین که اصلا اون ماشین رو چه بلایی سرش میاره، تا اینکه میکروفون گرفته دستش توی خیابون داره میچرخه. حالا باز چیز سمبولیک و حالا استعاریتور داریم که اون پسر بچه میاد میگه که برای کی داری؟ کسی نیست اینجا. یعنی شما تو خیابون میکروفون الان بگیری دستت صحبت بکنی، کسی نیست که بشنوه. جاش اونجاست که بری توی گوشی ضبط بکنی. از یک جایی دیگه شروع میکنه، شما می توی یک صحنه میبینی که کلا توی دستش این رینگ لایت و مونوپاده هست، انگار به جای اسلحه. یعنی به جای که اسلحه تو دستش بود، تا همه جای فیلم دستش همیشه روی اسلحه‌اش آماده دوئل بود. یکی از چیزای خوبه که توی فیلم نو وسترنی که استفاده کرده، به جای اسلحه ما داریم فضای موبایل ها رو ببینیم. و اینکه بدترین انتخاب رو هم کرده. یعنی شما میبینید که یک رینگ لایت مسخره، نه خود کلانتر، یعنی از عدم شناختی که داره شما میبینید یک رینگ لایت کوچیک مثلا 10 سانتی برای اون فضا انتخاب کرد. این نشون میخواد بده که طبیعتا میخواد نشون بده که این شناختی اصلا نسبت به این جریان نداره و اون خصومتی هم که شاید با اون دیتا سنتر داره باز به خاطر این عدم شناخته است. گرچه این ظاهرسازی جایی میزنه بیرون از نظر آری آستر که از سقف سقوط میکنه کلانتر روی استخوان‌های جرونیمو، که اون دیگه یه چیز کاملا واضح داره میگه که اصلا اهمیت گذشتگان هم اینجا چیزی نیستش که ما بگیم که آره. منم دقیقاً مسئله‌م همینه، یعنی درست اشاره کردی. دقیقاً مسئله من همینه که من کاراکتر کلانتر رو کاراکتری میبینم که انگار روی یک وضعیت سنت سواره، نه اینکه مسئله اون داره. حتی توی همین فیلم ما یه اشاره بکنیم به پدرزن خودش. بله. که اونم یک آدم محبوبی بوده، کلانتر قبلی که اصلا میخواد ادامه راه اونو بره. یعنی خودش خیلی جالبه که بعدها اصلا اون داستانی که از پدرزنش میفهمه اصلا همه چی رو فرو میریزه. خودش خیلی حالا جالبه. این خودش چی رو نشون میده؟ اون نقطه‌ای از فیلمو نشون میده که حالا برای من شاید جذاب‌تره. یعنی با همین صحبت‌ها من شاید بحث‌های خودم اینجوری جمع‌بندی می‌کنم که راجع به بحث فیلمنامه و اون حالا محتوای فیلم برای من میرسه به اینجا که این فیلم سیاسیه. یعنی قرار یک فیلم سیاسی باشه. حالا اینکه چقدر خوب در اومده یا نه یه بحث دیگه است. اما اصلا اتفاقی نیست که این فیلم داره 2025 ساخته میشه. به نظر من اتفاقی نیستش که توی یکی از صحنه‌ها ترامپ داره توی تلویزیون در واقع یه نطقی میکنه. این به نظرم اتفاقی نیست، چون اگر که یه کوچولو ارجاع فرامتی داشته باشیم، ترامپ انگار یک شکلی از همون وضعیت روی سنت سوار بودن این کاراکتر کلانتر رو توی این محدوده شهر خیالی ادینگتون داره. یه همچین فضایی رو قرار فیلم داشته باشه که هیچ پایبندی به اون سنت‌ها وجود نداره یا هیچ ارق و علاقه قلبی به اون سنت‌ها وجود نداره. فقط اینه که من روی این موج سوارم، فعلا دارم از این موج بهره میبرم، چون اصلا هم کلانتر خیلی قابلی به نظر نمیرسه جز اینکه تیرانداز خوبیه که یه جایی به اون سیاه‌پوسته میگه من مثلا فلان چیزو زدم، میگه که هر وقت رکورد منو زدی بیا با من صحبت. یکی از چیزایی که گفتم چرا اون سیاه‌پوست رو در واقع براش پاپوش درست کرد این بود که توی اون بخش تهدیدهایی که میبینه یکی از تهدیدها همون مایکل بود. کسی بود که نزدیک به رکورد این بود و داشت میدید که این داره پیشرفت میکنه و میتونه و اینکه سودای پیشرفت رو هم داره. بله. دوست داره تا فلان درجه پیشرفت بکنه. بله. این خودش تهدیده. یعنی اونجا تو اون
فرصت میبینه که خب اوکی، من اگر قرار تهدیدهای مختلف رو دفع بکنم، یک راهش اینه، این پسری که نزدیک به منه و احتمال داره از من جلو بزنه، من میتونم بندازم گردن این و این رو از مسیر خارج بکنم. حالا سیاه‌پوستان گفتید، این بحث جورج فلوید هم خیلی چیز جالبیه. من خودم این جسارتش که بخواد با همچین چیزایی شوخی بکنه که شاید خیلی دوست نداشته باشن و خیلی برام باز جالب بودش که تو داری با یک چیزی که به شدت به یک همه‌گیری تبدیل شد، به یک جنبش تبدیل شد، Black Lives Matter، و این خیلی مهم بودش که تو داری با این هم حتی شوخی میکنی، نه اینکه بخوای به عنوان یک چیز مهم بهش نگاه کنی، حتی بهش تیکه میندازی. اصلا واقعا چیز درستی هست نیست و این چقدر واقعا مهم بود که انقدر بخواد بزرگ بشه نش. حس میکنم داشت تیکه مینداخت. این چیزی که برداشتی که من کردم، به نظرم کلا جنبش ووک رو ووکیسا رو به وضوح داره داره که قشنگ میکوبه. خیلی اساسی، آره. یعنی اساسی واقعا داره با کار میکوبه. عملا فیلم داره دو سمت یک ماجرا رو میزنه و این خوبه. یعنی این اتفاقا من اینو به عنوان پوان فیلم میبینم. به خاطر همینه میگم اگر من بخوام یه نقطه‌ای توی فیلم بگم که از نظر من نقطه قابل توجهیه، همون جایی هستش که فیلم داره به یک جورهایی بررسی و نقد دو طرفه این داستان میپردازه، حالا هم اونها و هم از این بر کلانتر. و اتفاقا این جای خوبیه که فیلم طرف کلانتر وای نمیسه. شاید یک جاهایی به این سمت میره که اینم اشتباه نیست که کلانتر هم قربانیه، یعنی نحوه قربانی این وضعیته. یعنی یک آدمیه که توی یک وضعیتی قرار میگیره که اون وضعیت بحرانی باعث میشه یک واکنشای دیوانه‌واری ازش سر بزنه. اما فیلم این خیلی نکته مثبتیه که همدل نمیشه با هیچ کدومش، نه با این سمت نه با اون سمت، تقریبا سعی میکنه بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه و همدل نمیشه. اما ما وقتی فنی راجع به فیلمنامه صحبت میکنیم انتظار داریم که این چیزهایی که حالا برداشت میکنیم از فیلمنامه بتونه در واقع این کار رو انجام بده، اول به عنوان اون مایه اصلی کار و بعد ما توی اجرا اینها رو ببینیم. یعنی یه جورایی شاید الان همه این برداشتایی که من دارم برداشتای منه، اصلا یک کسی دیگه هیچ کدوم از این برداشتا رو یا یه بخش زیادیش رو نداشته باشه. اگر فیلم یک همچین فضایی داره باید بتونیم اینها رو از فیلم برداشت بکنیم، نه اینکه در واقع بتونیم راجع به اینها حالا با یه سری اطلاعات فرامتنی یا مثلا با وصل کردن شرایط بیرونی در کنار همه اینها بتونیم به این نتیجه برسیم. یکی از جذابیت‌های فیلم‌های آری آستر برای من، و برعکس این که میگی باید خود فیلمنامه برسونه، به نظر همین کاشتن تصاویر سمبولیک یا حالا یک سری ارجاعاته که یکی از جذابیت‌ها برای من کشف این هاست که من بخوام بگردم ببینم چه حرفی. ببین مثلا توی همین فیلم یک صحنه کاملا سمبولیک داره، یک هواپیمایی رو نشون میده و بعد کات میزنه داخل هواپیما، یک نفر داره شنا میره کف هواپیما، بله، و میره جلوتر، یه نفر داره سیگار میکشه. بله. و اونم یه اشاره به جمهوری خواه داره ها، یعنی گروه آنتیفا که هستن یه گروهی که اصلا زمان ترامپ اینا دوباره قدرت، یعنی جنبششون که عملاً گروه تروریستی بودن. اینجا حالا جدا از اون گروه تروریستی، این چیزی که میگم سمبولیکه، این که شما یک نفر در حال سیگار کشیدن، یک نفر در حال شنا رفتن تو یک هواپیما، یعنی این تضاد رو شما وقتی داری میبینی، یعنی اگر بخوایم اون هواپیما رو در واقع اون چیزی که ما همه، اون جامعه‌ای که ما همه داخلش هستیم بخوای در نظر بگیری، با این تضادها اگر قرار باشه سقوط بکنه همه سقوط میکنن. حالا چون کسی که داره شنا میره اونجا به فکر سلامتیشه اون هم سقوط میکنه. بله. اونی که داره سیگار میکشه و فلان طرفه اون هم سقوط میکنه. ما برای هر فیلمی که در موردش صحبت میکنیم سعی میکنیم حداقل یک ریویو از یکی از سایت‌های معتبر رو ترجمه کنیم و داخل سایت بذاریم. برای ادینگتون هم 2 تا ریویو ترجمه کردیم به خاطر نظرات متفاوتی که در موردش وجود داشت و از طریق harakatcast.com میتونید مطالعه کنید. در مورد سیاسی بودن فیلم که صحبت کردیم، حالا این شاید خیلی دقیق نباشه یا حرف آری آستر نباشه، اما خب با توجه به سابقه‌ای که ازش داریم مثلا می‌کنم خیلی شروع کنم به چیدن نکاتی که دارم می‌بینم کنار هم. چیزی که ما می‌بینیم مثلا کاراکتر شهردار رو خیلی جالبه که یه سمت فرمالیته داره به نوعی انگار، یعنی اون مشاوری که کنارشه همه کاره جریانه، که حالا من باز داشتم نگاه می‌کردم این مشاوره خیلی اتفاقی منو یاد کاپولا مینداخت چهرهش و به تبعش شده گادفادر میافتادم. واقعا اینا پدرخوانده اینجا
در واقع همون مشاوره که داره کد ها رو به این میده که تو اینجوری بگو اونجوری بگو و در نهایت هم باز اون داره پیش میبره کار رو. یعنی بعد از شهردار قرار بهره برداری هم اون بکنه. دقیقاً همه مسائل رو اون داره پیش میبره. بعید نیست، چون این چیزی که میگی خب راجع به علی اصغر این قضیه هست که به شدت آدم سینفیلیه، یعنی انقدر این قضیه رو جدی دنبال کرده که سالها فیلم دیده و بعد از مثلا اولین فیلمش رو توی 30 سالگی شروع کرده ساختن، حتی کمتر شاید فکر کنم. و این تو فیلماش هم مشخص، از تارانتینو بگیر داره تو فیلماش تا کارگردانی محبوبش، حتی بخواد به عنوان یک نماد توی فیلم استفاده بکنه. عملا یه ادای دینی به تارانتینو هم داره دیگه، توی سکانس‌های پایانیش قطعا اسلحه دست میگیره. خشونتی که هست، اون قطع شدن پا و دست و اون چیزایی که اتفاقی میفته، فیلم یه جورایی داره مرزهای خشونت و خشونت ستیزی رو یه جورایی انگار به بازی میگیره. یعنی سعی میکنه این کارو بکنه که انگار محدوده خشونت کجاست، محدوده خشونت ستیزی کجاست و بین اینها در رفت آمده. برای مثال ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا همین که وحید داره میگه کلانتر اصولا کلانتر و خشونت ستیز اول فیلم، انقدری که حتی میخواد بره وسط مثلا یه شورش، دستش هیچ سلاحی گرم نیست، سلاح حتی سردم نیست، حالا همیشه یه کلت پر کمرش هست ولی خب بیشتر اون نمایشیه دیگه، یه کلتیه که فقط بسته همیشه همینو، ولی با هیچ خشونتی نمیره، انگار یه آدمی میره وسط یه دعوا میخواد اینا رو اصلا دیگه جدا بکنه و آرومشون بکنه. کات وقتی به پایان فیلم میرسیم همون آدمیه که با یه در واقع سلاح فول اتومات از اون مغازه اسلحه فروشی میاد وسط و قراره که کلن به رگبار ببنده. یه سلاح اگزاجره قشنگ، یه سلاح اگزاجره دقیقاً، یعنی یه سلاح فول اتومات بدون توقف قراره که کلن اونجا رو به رگبار ببنده، انقدری که یه مأموری که حالا البته باشه درگیری داشته ولی خب نمیخواد اونو بزنه اون رو هم میزنه. خب توی صحنه خیلی خشن اون رو هم میزنه و شروع میکنه فقط به شلیک، دیگه اصلا مهم نیست، جا به جا میشه مرزهای خشونت، به یک جنونی رسیده دیگه. آره انتها به یک جنونی رسیده. و خب همین دیگه من میگم کاراکتر کلانتر رو اصلا من توی یک همچین وضعیتی، به خاطر همین اول فیلم تا آخر فیلم توی یک همچین وضعیتی، یعنی سیر تحولی به شکل درست که از لحاظ فیلم نامه‌ای باشه، من اون سیر تحول رو نمیبینم، نشونه هایی میبینم که مجبورم اونها رو برای اینکه الان راجبش داریم صحبت میکنیم کنار هم قرار بدم، بگم آقا مثلا اون نشونه ها میشه این، وگرنه من اون سیر تحول رو نمیبینم که بگم این کاراکتر ببین داره قول توی یک سفر شخصیتی داره از اون نقطه حرکت میکنه و میاد، حالا اصلا هر چقدر در واقع ساختار شکن اصلا قرار نیست کلاسیک یا سنتی باشه یا بگیم آقا این نقطه 1 2 3 4 5 اینم اینجا مثلا برداشت این نقاط، اما اون سیر رو نمیبینی. توی کارگردانی هم اگه بخوایم حالا یه اشاره به در واقع بخشای فنی کار بکنیم، باز تا حدود زیادی من همین یک جاهایی شاید به یک نحوی بشه گفت شلختگی رو میبینم. قبل از اینکه وارد کارگردانی بشیم تو هم فیلمنامه اینو گفتم چون گفتم راجعش صحبت بکنیم، راجع به پایانش، یعنی چیزی که خودش میگفت خیلی جالب بود برام که تو مصاحبهش میگفتش که انگار اون وضعیتی که کلانتر توش گیر کرده یک وضعیت کارماییه که انگار بعد از اون بلایی که سر اون سیاه‌پوست آورده، اون پاپوشی که براش درست کرده، انگار حالا خودش به یک مقام شهردار رسیده، خب و حالا یک وضعیت کارما رو طی می‌کنه. این چیزی که خودش گفت برام جالب بود که خودش به کارما اعتقاد داره، یعنی آریاستر و این برام، ولی باز من اصلا دوست نداشتم این قسمت پایانیش، یعنی باز یا سرعت فیلم زیاد میشه، قشنگ نگاه میکنه انگار همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد، اون پسره مشهور میشه، زنش اونجاست، میدونی همه چی انگار میخواست ببنده توی پرونده‌ای که آقا سرگذشت اینا اینجوری شد. یک تعدادی موضوع زیاد که هر کدومشون موضوع گردن کلفتی هستن، همه اینها در کنار همدیگه توی یک فیلمساز از پسش بر بیاد. اصلا آریاستر که سهله، هر فیلمساز بزرگ دیگه ای ما بخوایم مثال بزنیم نمیتونه از پس همه این موضوعات در کنار همدیگه بر بیاد که بتونه همه اینها رو طوری در جریان فیلم حل بکنه که تو در نهایت یک فیلم داری میبینی، یعنی در نهایت با یک اثر سینمایی مواجه هستی که قراره که اول با سینما مواجه باشی و در قالبش همه اینها هم اوکی. انقدر به خاطر همین اول صحبتام گفتم که سنگ فیلم خیلی سنگ بزرگیه و این سنگ بزرگی که آریاستر فیلمساز کوچیکی نیست، فیلمساز مهمی هم هست، ولی خب این سنگ بزرگو از پسش بر نمیاد. به نظرم دقیقاً برای حرفی که میخواد بزنه هنوز اون تجربه کافی رو انگار نداره.
یه مثالی بخوام بزنم، میدسامر رو من 2 تا نسخه شدم، یک نسخه حالا رسمی داره، یه نسخه کارگردان داره. شما وقتی اون نسخه کارگردان رو میبینی هیچ حرف اضافه‌ای نسبت به نسخه اصلی فیلم زده نشده. این یعنی اینکه اون پختگی که باید رو شاید برای اون حرف نداره. حالا اول صحبت میخواستم بگم که حالا حضور افرادی مثل خونجی به نظرم کنار آری آستر میتونه این کمک رو بکنه. آدم‌های با تجربه‌ای به این شکل میتونه کمک بکنه که یک مقدار کنترل شده تر، یک مقدار شاید اصولی تر بخوایم بگیم کار رو پیش ببره. حالا توی پایان بندی هم که میگی توی بویز افرید هم همین اتفاق، یعنی پایان بندی غافلگیرانه عجیب و غریب رو انتهای اونم داره. اما اینجا حالا جدا از اون کات عجیب و غریبی که میخوره توی زمان که منم شوک شدم که از کجا به کجا رفتیم یک دفعه، کلیت حرفش برداشت من اینه که از اونجایی که پایه‌های قدرت رو به نوعی نشونه گرفته، به نظرم اون کلانتر دقیقاً اون آدمی میشه که خواسته پاشو از مرز خودش بیشتر جلو بذاره. نهایتش این شده که یک آدم کاملا فلج و بدون اینکه بتونه هیچ حرکتی انجام بده، حالت قطع نخاع شده، ولی اون نقش رو بهش دادن. این که میگه هنوز به اون پختگی شاید نرسیده، به خاطر همینه که دقیقاً این حرفه دیگه توی این قالب اونقدر باورپذیر نیست که یک آدمی که یک کلمه هم دیگه نمیتونه صحبت بکنه به چه شکل شهرداره. اما خب بحث سر اینه که میخواد بگه که اون دستای پشت پرده، اون مشاور قبلی شهردار قبلی، اونها دارن کار رو پیش میبرن باز هم و اون دیتا سنتر هم ساخته خواهد شد. انگار با گذاشتن اون دیتا سنتر می‌خواست بگه که در نهایت اون هوش مصنوعیه که برنده است. یعنی آینده‌ای که آری آستر پیش بینی میکنه برای چیزی که تو ذهنشه برای آمریکا یا دنیا، یا همچین چیزیه که در نهایت هوش مصنوعی و اینترنته که غلبه میکنه بر همه اون اتفاقاتی که داره میافته. یه جایی نوشته بود، یه جمله خیلی جالب بود که از همین منتقدین که خیلی فیلمو دوست داشت و گفته بودش که فیلم آری آستر رو باید یک جا چال بکنن، 20 سال بعد در بیارن و نگاه بکنن و به این یعنی اتفاقاتی که پیش بینی کرده بخندن که چقدر خوب بوده. یعنی همچین نگاهی هم بعضی منتقدین بهش دارن. من پیش بینی رو توش نمیبینم واقعا. من بیشتر در حد همین چند تا من بیشتر اینو دارم میبینم که داره، به خاطر منم پایان بندیشو واقعا نیستم و نگاه میکنم که تو پایان بندی میخواد بگه خب دیگه حالا ببین مثلا هر کسی انگار به اون سمتی که میخواست بره در نهایت میره. حالا اینکه چطور میره دیگه حالا مهم نیست. مثلا اون زن علاقه‌ای به اون وضعیت‌ها و اون داستان‌های عجیب و غریب به قول وحید مسیح گونه اون آدم داره، دغدغه‌اش تو لپتاپش داره میبینه فلان، همش دنبال اون عقاب. یه روزی خب در نهایت جدا میشه و رفته با اون بچه دارم میشه حتی، یعنی آره حتی میره تا به آره مثلا بچه دارم میشه. این قدرت رو میخواد، یعنی از یک جایی به بعد به این سمت رفتش که با جبران همه اون شاید کاستیایی که داشت گرفتن اون قدرت شهردار باشه. اسمن اینو میخواست صرفا که اونو اسمن بهش دادن. حالا الان روی وضعیتیه که هیچ اراده و اختیاری از خودش نداره. یه صحنه خوب گذاشته فیلم، این جزئیاتو داره، بنابراین به خاطر همین آری آستر فیلم جزء مهمیه. اون صحنه‌ای که بردنش سرویس، بردنش توی اون توالت عمومی تو اون توالت خودش بردنش اونجا و نشون میده این دیگه حتی در واقع نمیتونه خودش تا سرویس هم بره، یه همچین وضعیتی داره و این نفر میاد میذارتش روی اونجایی که کارشو بکنه. این یه تشری، یه ضربه با دستش به اون میزنه و اون شخص هم همونو دوباره برمیگردونه اون ضربه رو بهش میزنه و بعدم ازش عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید. که اون صحنه کمدی هست خب، اما نشون دهنده اینه که انگار این کلانتر نمیخواسته واقعا قدرت رو، اون جایگاهو میخواسته. خب اوکی بیا الان اون جایگاهو داری، خب الان چی؟ میدونی قراره اینا رو جمع‌بندی بکنه و این جمع‌بندی کردن اینها چیزی رو حل نمیکنه. بنابراین من اصلا چیزی نمیبینم که توش بگم قرار پیش بینی یک وضعیتی باشه. نه، قراره شاید بیاد مثلا از قول خودش هر کدوم از این وضعیت‌ها رو جمع‌بندی بکنه، بگه خب حالا این که این شد، اون سیاه‌پوسته که حالا این شد، این یکی حالا این اتفاق براش افتاد. شاید اون وضعیتی که از شکل سیاسی امریکا داره خیلی مهمه. یعنی ماها خودمون هم یه فیلم سیاسی شاید بد می‌بینیم، خیلی وقتا میگیم او چه فیلمیه و قراره که مثلا نمیدونم یک جورایی پیشگویی آینده سیاسی ایران اون وضعیت سیاسی خیلی وقتا شاید منتقد رو به وجد میاره. نکن این سوالایی که راجبش میپرسن دیگه، مثلا توی نشست فیلم توی جشنواره کن یکی از خبرنگارا خب یه سوالی ازش میپرسه، میگه که آیا شما جنگ داخلی آمریکا رو توی این فیلم پیش بینی میکنید؟
همچین سوالایی راجع به فیلم پرسیدن که بعدش خودش یعنی یهو جا میخوره، همشون جا میخورن که چه سوالیه که از این فیلم شما برداشت کردی، که بعد میگه مثلا انگلیسی بلد نیستم. جواب نده اصلا. تا این حد یعنی برداشت هایی که فیلم قابلیت داره که ازش کاملا داره، یعنی برداشتای خیلی زیادی میشه ازش کرد و به هر حال فیلمی هستش که راجبش میشه صحبت کرد، اما خیلی بیش از اندازه فیلمیه که به نظر من موضوعاتش زیاده و این به خودی خود شاید ایراد نباشه، اما در صورت که تو بتونی از پس موضوعات فیلم بر بیایی و کار خیلی سختی، یعنی بخوایم رجوع کنیم به تاریخ سینما یا آدم‌هایی که تو تاریخ سینما کارهای عجیب غریب کردن، خیلی تعداد انگشت شمار شاید بتونیم نام ببریم که از پس چند تا موضوع بزرگ در کنار هم در یک فیلم بر اومدن. حالا یه تجربه است دیگه، اینم فیلمساز جوونیه، فکر می‌کنم حسابی جای تجربه داره، یعنی حالا میتونه از این تجربه انجام بده در دوران پختگی ثمره همه این تجربه گرایی‌هاش ببینه. ما فیلم کوتاه بو ساخته آری آستر رو که منبع الهام فیلم بلندش به نام بویز افرید بوده زیرنویس کردیم، به صورت اختصاصی و داخل سایت گذاشتیم و میتونید این فیلم رو هم تماشا کنید. یه نکته راجع به بازیام بگیم، راجع به حالا تقریبا شاید خیلی از چیزای فیلم صحبت کردیم، به این فکر راجع به بازی صحبت نکنیم. حیف از این بابت که بازی‌های حیف شده، چون که ما با فینیکس، استون و پاسکال طرف هستیم که هر کدومشون در واقع شاید یه وزنه‌ای ان توی یک فیلم هم باشن، میتونن سطح بازیگری اون فیلمو در واقع بالا ببرن. اما استون کاملا حیف شده، یعنی ما یک اما استونی داریم که جای اما استون، حالا به اسم میبرم، اگر یه اسم میتونستم برم بود، واقعا هیچ تفاوتی نداشت. یعنی فقط اسم اما استون توی تیتراژ اند اما استون هست و یک چیزی که حتی از اما استون ما یک نماهای لانگی میبینیم که میگم هر کسی دیگه میشد جایگذاری کرد به جای اما استون و زن کلانتر باشه. اصلا در واقع استفاده اما استون رو به خصوص بعد از بازی‌های چند تا بازی خیلی خوبی که این اخیر داشته و نشون داده قابلیت بالایی در بازی داره، انتخاب اما استون رو من نمیفهمم. پدرو پاسکال خوبه، شاید بازیگریه که توی فیلم سعی شده که تا جایی که امکان داره ازش بهره برداری بشه، یعنی از تواناییاش. اما دوباره از این طرف کاراکتر فینیکس که به نظر من بازیگر خیلی تواناییه، کاراکتر فینیکس باز هیچ استفاده خاصی ازش نشده، یک استفاده خیلی معمولی از کاراکتر فینیکس شده. اما اما استون واقعا اگه بخوایم بگیم بازیگر حیف شده سر تا سر این فیلم کیه، به نظرم اما استونه که از هیچ کدوم از قابلیتاش استفاده نشده. حس میکنم بیشتر این قضیه چون بحث فروش فیلم و بازاریابیش مهمه، سعی میکنن از حتی پدرو پاسکال هم همینه. پدرو پاسکال الان توی دوریه که به شدت محبوبه و یکی از تضمین‌هایی که شاید فیلم فروش بکنه، و حتی خب تو این فیلم جواب نداد ظاهرا و اصلا فروش نکرد. شاید هم به خاطر اون، یعنی الان پدرو پاسکال که نگاه میکنم، به خاطر اون پیشینه لاتینی که داره آوردن توی فیلم، قطعاً، یعنی مهاجر بودنش، قطعاً به خاطر همین میگم پاسکال، یعنی از این جهت هم میشه از این یه بهره برداری از پاسکال کرده. خب آره، و خب به هر حال پاسکال بازی یک جایی بازی تعیین کننده ای داره، با همون اکت هایی که انجام میده، با همون در واقع کاراکتری که از شهردار ساخته و کاراکتری که به نظرم سعی کرده به اندازه اون بازیگری که آورده تا یه حدودی استفاده بکنه از تواناییش. ولی وقتی ما بازیگر این شکلی میاریم، چون با یه فیلم چیز طرف نیستیم دیگه، حالا با یه فیلم در واقع تجاری طرف نیستیم که بگیم خب این بازیگرا اومدن به عنوان یه هیرو، یعنی هیروی در واقع شهرتشون، هیرو محبوبیتشون، که از اینا بهره برداری بشه برای فروش فیلم. خب با یه فیلمی طرف هستیم که قرار بازیگر کمک بکنه به فیلم. حالا اوکی، این بازیگر هم اسمی هم هست، محبوبم هست، خب اوکی، به فروش هم کمک بکنه، خب چه بهتر. اما خب چرا پس به فیلم در وهله اول کمک نمیکنه؟
یعنی چرا اولین گزینه‌ای که یک بازیگر به عنوان یکی از عوامل اصلی قراره که به فیلم کمک بکنه، خب چرا کمک نمیکنه؟ تو بازیگرای توانایی داری، چرا از اینا استفاده نمیشه؟ چرا از توانمندی اینا استفاده نمیشه؟ خود آستین باتلر هم همینطور، خیلی بازیگر خوبیه. آره، فیلم آره. الویس اونجا عالیه واقعا، ولی اینجا هم یعنی اگر جای آستین باتلر کس دیگه ای بود باز اتفاق خاصی نمیافتاد. حتی اصلا به عنوان یک رهبر فرقه من انقدر باورش نمیکنم، حتی چون یک جوون خیلی جیگول به عنوان یک رهبر فرقه بخواد خودشو یعنی بقبولونه، اصلا انقدر شاید یعنی حداقل تصویری که داریم از این فرقه هایی که توی آمریکا هستن می‌بینی کم و بیش خیلی کم من دیدم، یک شاید آدم مسن‌تری، حتی یه آدمی که من حس می‌کنم اینجا یعنی اون اتفاقی که تو میگی افتاده برای بازیگر این نقش. حتی پس خلاصه حرف شما در مورد بازیگری این فیلم با برادشاه تقریبا یکیه که میگه آری آستر توی این فیلم صدای بازیگراشو خفه کرده. بله، به نظرم در یک جمله شاید جمع‌بندی بازی‌های این فیلم رو انجام داده. واقعا همینه، یعنی بهشون هیچ قابلیتی یا هیچ جای مانوری نداده، چون هر کدوم از این بازیگرا دوباره اینو تاکید میکنم ثابت کردن وقتی که در فیلمی بهشون اجازه در واقع میدون داده شده برای اینکه بتونن از توانایی بازیشون استفاده بکنن، استفاده کردن و نوآوری داشتن. حالا من اینجا رو نمیدونم که چرا این اتفاق، با اینکه فیلمساز جوونیه و معمولا فیلمسازهای جوون سعی میکنن که به خاطر حالا روحیه جسورترشون سعی میکنن که آزادی عمل بیشتری به حالا همه عوامل فیلمشون از جمله بازیگراشون بدن، ولی خب اینجا انگار خیلی محتاط عمل کرده. باز یک جورایی انگار میشه اینو ربطش داد به این که از اونجایی که خیلی موضوع داشته انگار دوست داشته هیچی از دستش در نره. خب من همه اینا رو بگم، این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه، همه اینا. یعنی وقتی انقدر سر یک فیلم شلوغ میشه شاید دیگه تو مجبوری حواست به همه چیز باشه که حالا همه اینها در این فیلم، چون فیلم کوتاهی هم نیست که 2 ساعت و 30 2 ساعت و 40 دقیقه است، 2 ساعت و 20 دقیقه. آره یه فیلم مثلا که دیگه حالا داره سعی میکنه همه اینا رو توش بگنجونه. حیف بود، به خصوص ماستون در من حیف بود. تنها چیزی که تو این فیلم منو اذیت کرد واقعا همین تعدد موضوع ها بود، وگرنه من بویز افرید رو واقعا خودم به شخص دوست داشتم، با اینکه یک فیلم فول سمبولیک بود ولی داره به یک موضوع مشخص اشاره میکنه. ولی اینجا دقیقاً موضوعاتی که هر کدوم برای خودشون میتونن یک فیلم باشن، یعنی از خود مسئله پاندمیک گرفته تا بلک لایوز ماتر تا شبکه‌های اجتماعی و موضوعات دیگه‌ای که میشه لیست در موردشون نوشت، توی این فیلم در موردشون صحبت کرد. یه جمع‌بندی داشته باشیم. حامد تو شروع کن. در ادامه حرف خودت و رضا، دقیقاً اینکه تعدد موضوعات و اینکه این فیلم نسبت به فیلم‌های دیگه‌اش برای من ضعیف‌تر بود ولی جای صحبت داشت، به خاطر اینکه کارگردانیه که سعی می‌کنه که موضوعات و دغدغه‌ها رو توی فیلم بگنجونه و این خیلی و به خوبی همین کار رو انجام میده. همین دیگه، امیدوارم که فیلم‌های بعدی ازش ببینم و دوست داشته باشن، چون میدونم که قطعا نسبت به شناختی که از آری آستر داریم یک تجربه دیگه‌ای رو در فیلم‌های دیگه‌اش داریم و این خودش خیلی خوبه. رضا از اون جایی که حالا همونطور که حرفامو با این شروع کردم که فیلمسازیه که مسئله داره، حالا هم با سینما مسئله داره و هم با مسائلی که یه جورایی ذهن مشغولیش هست، با اونها مسئله داره، خب همیشه میشه برای این فیلمسازها یه آینده بهتری متصور شد. کارهای دیگه‌ش هم خب ثابت کرده اینو. بنابراین فکر میکنم این اصلا چیز عجیبی نیست، حالا با همه شاید نقدایی که داشتم و یه بخش زیادیشو گفتم، این اصلا چیز عجیبی نیستش که در یک فیلم یک فیلمساز فیلمش حالا ضعیف‌تر بشه یا مثلا از یک استانداردهایی که برای خودش تصور میکنیم یا برای حالا از دید خودمون تصور میکنیم پایین‌تر بیاد. این اصلا چیز عجیبی نیست، پیش میاد دیگه، سینماست، همینه، این اتفاق میفته و فکر میکنم همچنان من این فیلمساز فیلم بعدی که بسازه رو حتما میبینم و شاید اینجا به خاطر اون شلوغیه از پس یک چیزهایی نتونسته بر بیاد و یعنی این کلیتی که داره، خود اصلا مسئله هایی که داره مسئله های مهمیه، هم قابل بحثه، چون ما الان کلی راجع به همونها بحث کردیم. اگر که فیلم در واقع خیلی بیمایه‌ای بود اصلا راجع به هیچ چیزی صحبت نمیتونستیم بکنیم. هم راجع به همون مسائل صحبت کردیم و هم فیلم بعدیش امیدوارم که دیدنی تر باشه.
آریاستر به نظرم تو این تجربه‌ای که داره میکنه، حالا مثلا این دوتا فیلم آخر بویز افرید و این کار، به نظرم در نهایت نتیجهش تعادلی خواهد شد و اون فیلمی که فکر میکنم از هر جهتی بتونیم در موردش صحبت بکنیم و همه با هم نظر باشیم که با شاهکار طرف. شما میتونید حرکت رو از طریق سایت پادکست حرکت به آدرس harakatcast.com یا پلتفرم‌های کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب یا شنوتو بشنوید. ممنونم که با ما همراه بودید.